مسافرت اومدم بسته تحویل گرفتم. آقا سلام، من الان خونم و این ویدیو رو دارم جدا میگیرم چون پانیا اینجا پیش من نیست. من مقدمات وسیله رو آماده کردم. این چمدون وسیله هامه. آقا بالاخره همو دیدی بعد ساعت ها رو. ساعت چنده؟ میگه زمانه میگه زمانه رسیدیم به هم. آقا ما اومدیم، این وسیله ها دستمه. سلام. ساعت چنده؟ یامونی سلام بچه ها، الان ظهر میشه دیگه، ظهر روز اوله 12 و 13 دقیقه از خوابیم. روزم خواب نمیخواد اصلا تکون بخوره. آقا صبح بخیر، ما اومدیم بیرون دیگه، واقعا ظهر شد. آقا بچه های عزیز، استایلامونه. بچه ها میدونین چیه؟ من و آتیسا پلن داریم که همه رو راضی کنیم، بعد اینجا بریم ویلای ما و نریم سمت گرگان و بالاچلی. اگه موفق شدیم حتما یه ویدیو میگیریم و راز موفقیتمون رو میگیم. وای کاش جدی راضیشن حاجی. چه حسی داری؟ من از اینکه با سیسیمم یه حس ای بابا ماچ بلا دارم. بچه ها اومدیم دریا. Dear YouTube, we are okay. We have افتی کلام. بچه ها پانیا تصمیم گرفته جوراباشم در بیاره، کفشاشم در بیاره. وای چقدر داغه. وای الان فرو میرم. وایسا. وای چقدر داغه. سریعا تهش هم میشه از اون شاتل زماش. خب دیگه من داشتم همینو میگفتم. شاتل. آره همون. تو ازش چیزا اوه چقدر خنکه. آره این موجودات ریز نداره. خدای شکرت. و بعدم بیاد بچسبه بابا. وای قدر حالش تو علم شکل. بچه ها ما هنوز منتظریم که غذا بیارن. من گشنمه. بچه کاملا ست. من غذا میخوام. منم غذا 3 دلار. برو بزن ویدیو بگیر. غذا. چه حسی داری؟ هیچ حرفی با تو ندارم. من با تو نگایم. خستم. بچه ها پانیا در حال تابازی با تابی که خب بچه ها تغییر استایل داریم دوباره میریم سمت دریا. خیلی احساس میکنم دارم تیکه تیکه ویدیو میگیرم. استایل همش سرتو لطفاً دمپایه بیسکویت قهوه. این مثلا واسه خونه است. در خونه از پوشیدم اومدم همینو بیرون. آره استایل آتیسا خانم داریم ما اینجا. خیلی دارم با این استایل حال میکنم. احساس داش مشتی بهم دست داده. چیکار کنم؟ واسه یه آهنگ بعدم براش انتخاب میکنم. بعد بیام به سمت تو. لب دریا فنر معلمون داداشی و بنیاد تا قراشی. آقا پانیا حمال، منم حمال. آقا ما رو شاتلیم. بچه ها ما سوار شاتل شدیم و بنزین تموم شد و ما موندیم وسط دریا. آتیسا گفت ما میمونیم وسط دریا. بچه من شلوارم چون گشاد بود رفت تا چرخنده دوچرخه، شلوارم پاره شد یکم. نه از سایه هامون که الان این وقتی بچه ها دوچرخه افتاد. تو قدت بلندتره، تو راحت تر. بچه ما جدا شلینگی بستنی گرفتیم. ما برای بار هزارم رفتیم داخل سویت که پرونده و اونا رو برداریم بریم اون طرف با بچه ها بازی کنیم. ما الان اومدیم پرونده بشیم حل کنیم. شامم خوردیم. امروز روز سومه و پانیا لباسش چروک اینجا اتو نداری. میسوزه لباس ندارم. زده میز افتضاح ریخته. آماده شدیم. الان نمیگیریم بچه ها. چقدر خوش میزنیم تا بخوایم ویدیو بگیریم. از این عکس شروور نگیری یا من دهنم از تمسام مثلا بازی. میریم سمت دریا الان. دیگه آخرین دریامونه. این دهکده شلیل آبادیانه. این آتیساست که بر سرفراز شلیل آباد نشسته. عاشقان تلفات دادیم. گلاسم شکست. بلند شو. شما اومدیم رستوران. دستتو میشه برداری رو نه نمیشه.
دیگه الان قیمه و قرمه داریم. قرمه میشه انقدر صدا ندید؟ احساس کنم دوربینم چرکوله نه؟ که بدبخت شدیم، مامانا رفتن سمت خروج و ما الان خروج رو نمیدونیم این وره یا اون وره. اینم بوق بذار. باز اینم بوق بذار. نکن دیگه. نمیدونم قشنگ غیر بدن. بچه ها رو آوردن قرگان، اومدیم آیس بر. شبیه معلم مهد کودک آتریسا. آره اومدیم آیس بر. خوابیدم پای آتریسا. سلام بچه ها، الان صبح روز سومه. رو اومدیم تو حال گرفتیم خوابیدیم. طولسگ، طولسگ 1، طولسگ 2، طولسگ 3. این یکی هم خیلی ترسناکه، شبیه معتاداست. این چرا اینجوریه؟ ما الان داریم صبحونه میخوریم. آچیسا خانم بالاخره بیدار شد. آمدیم یه دوباره آبادی رو دور بزنیم. بله. این بر نگاه کن. نگاه نمی‌کنم. رو صفحه عکست هم باید بذاری رو صفحه ها، با سانسور بذار. این ور میره بالا. اینم من بوده. بابا بچه اینم از ولاگ. بابا خب من الان چلوسم. بابا درستش میکنم، تو حرفتو بزن. چه اینم از ولاگ مسافرت اومدن. بعد دیگه نمیدونم دیگه، همین دیگه. بای بای.